الباب الثاني، باب التوبة. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. ابو نجید عمران ابن حسین خزاعی رضی الله عنهما میگوید زنی از طایفه جهینه که زنا کرده و باردار بود نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: سزاوار حد مجازات شرعی شده ام، آن را بر من اجرا کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپرست او را فرا خواند و فرمود: به او خوبی کن و وقتی وضع حمل کرد او را نزدم بیاور. و چون وضع حمل کرد سرپرستش او را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برد. به فرمان پیامبر خدا لباسش را محکم بر او پیچیدند و سنگسارش کردند و آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم بر او نماز خواند. عمر رضی الله عنه عرض کرد: او زنا کرده و شما بر او نماز می‌خوانید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: این زن چنان توبه‌ای کرده که اگر توبه اش را میان 70 نفر از اهالی مدینه تقسیم کنند همه آنها را در بر میگیرد. آیا وضعی بهتر از این دیده‌ای که خودش را تسلیم الله عز و جل کرد؟